سلام. رسانه‌های ایران از آزمایش دو موشک بالستیکی گزارش دادند که قادر به پرواز در مسافه 1400 کیلومتر است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت در موشک‌های بالستیکی قدر ایج اسرائیل باید نابود شود نوشته شده است. آزمایش موشک‌ها در ایران در زمان صورت گرفت که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفرش به خاورمیانه به اسرائیل رفت. ایالات متحده آمریکا از این پیش آزمایش‌های موشکی روز 8 مارس در ایران را انتقاد کرد و گفت این مسئله را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌کند. 2 ماه پیشتر از این آمریکا علیه افراد و شرکت‌هایی که در ساخت و آزمایش موشک میانه‌برد ایماد در ماه اکتبر سال 2015 دست داشتند تحریم اعمال کرد. درباره این آزمایش‌های موشکی صحبت داریم با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در ایران که از طریق اسکایپ به ما می‌پیوندد. آقای آریان، به برنامه ما خوش آمدید. آیا آزمایش‌های موشکی ایران به منظور مجهز کردن ایران با اسلحه پیشرفته و دفاع از خود است یا تهدید به دیگران؟ هر دوی اینا هست. از یک طرف ایران آزمایشات موشکی رو انجام میده برای اینکه توان موشکی خودش رو بالا ببره. از طرف دیگر اینها یک پیام‌های سیاسی داره و همینطور تهدید که به هیچ وجه در راستای کار و برنامه و سیاست دولت روحانی نیست. یعنی سپاهیان پاسدار، فرماندهان سپاه دارند اون راه و روش و سیاستی رو میخوان دنبال بکنن که آیت الله خامنه ای میخواد، یعنی ادامه دشمنی با آمریکا و اسرائیل. یعنی اگر ساده بگوییم خود روحانی شاید از این آزمایش ها خوشحال نیست، خوشنود نیست. 100% خوشحال نیست، به ویژه در این بره زمانی. ولی سپاه پاسداران بسیار قوی است. سپاه پاسداران اصلا ارتباطش با فرمانده کل قوا آیت الله خامنه ای. سپاه پاسداران در همه امور کشوری دخالت میکنه، امور اجتماعی، امور اقتصادی، امور سیاسی. حتی فرمانده سپاه پاسداران 1-2 بار هشدار داد به خود حسن روحانی که رئیس جمهور باشه. یک بار بهش گفت که شما سنجیده تر حرف بزنید. برای یک فرمانده نظامی که به رئیس جمهور یک کشور همچین حرفی بزنه، پشتش بایستی خیلی قرص باشه. بعد از توافق هسته ایران با قدرت‌های جهانی، این آزمایش‌ها بار اول است که صورت می‌گیرند و احتمال آن هست که این آزمایش‌ها روی اجرای توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی که بعد از سالها به دست آمد تأثیر بگذارند. خب تا حدی هست، برای اینکه سپاه پاسداران در مجموع مخالفه. در این حال این آزمایشاتی که داره انجام میده، به ویژه 2 هفته بعد از اجرای انتخابات مجلس دهم در ایران، در این حال داره یک پیامی میده به خود دولت روحانی برای اینکه در مجموع با این انتخابات مخالفه و داره به زبان خیلی ساده به روحانی میگه که به هیچ وجه شما نبایستی راه رو باز بکنید که مبادا آمریکا راه به ایران پیدا بکنه یا نفوذی داشته باشه. فرماندهان سپاه پاسداران دائم از نفوذ خارجی، از توطئه، از دسیسه، از استراتژی پنهان حرف میزنن و حتی سردار نقدی که فرمانده بسیجه گفته بود که همون اقتصاد مقاومتی قبل از برجام توافقنامه اتمی اون برای ایران خوبه، نه این اقتصادی رو که میخواد دولت روحانی دنبال بکنه و هیئت‌های اقتصادی خارجی به ایران وارد بشن. اینا هم با دولت روحانی مخالفن، هم آمریکا رو تهدید میکنن، هم اسرائیل رو به طور کلی راهی رو دارن طی میکنن که آیت الله خامنه ای میخواد. آخرین سال راجع به خود این موشک‌ها میگفتید که ایماد و موشک‌هایی که بعداً آزمایش شدن از هم چه فرق دارن، قدر F و قدر H؟ موشک قدر F که ایران آزمایش کرده، این در واقع یک به حساب نوعی از موشک شهابه که ایران داشت.
بعد این در حدود 1660 کیلومتر بردش بود. بعد موشک اچ رو درست کرد، موشک بالستیکی اچ رو که بهینه سازی شده یا بهتر شده موشک اف بوده و بالاخره در نهایت که چند ماه پیش موشک اماد را آزمایش کرد، این در واقع نسل سوم موشک بالستیکی است. یعنی اول اف بوده، بعد اچ بوده و حالا نسل سوم اسم اماد به خودش گرفته.